تنها پادشاه بدون شکست ایران با انجام 1250 تا جنگ بدون شکست 11 سال بیوقفه و بدون استراحت توی جنگ بود و در 2 دهه از زندگیش توی میدان نبرد، طوری که اول جوانی به شیر اتک معروف میشه. تنها پادشاهیه که کاخ و قصر نداشت و توی چادر به دنیا آمد و توی چادر از دنیا رفت. و تنها پادشاهیه که آشپزخانه و حرمسران نداشت و میگن یک نگاهش برای لرزوندن یک امپراتوری کافی بود و حتی تاریخ از گفتن اسمش هم میترسه. اون فقط یک فرمانده نبود و یک سایه بود که تاریخ هنوزم که هنوزه ازش میترسه. بعضی ها رو نمیشه فراموش کرد، فقط میشه یادشون رو زنده کرد و هر باری که با دیدنش به تاریخ و شکوه ایران زمین داری در موردش بنویس. من نادرم از آوار دشت ها برخواستم تا پرچم ایران را بر قله ها برافرازم.